به نام خداوند مهربان و بخشنده. سوره انفطار. وقتی که آسمان از هم می پاشد و زمانی که ستارگان متلاشی می شوند و فرو می ریزند و زمانی که دریاها در هم می ریزند و زمانی که قبرها زیر و رو می شوند و مردگان خارج می شوند، آن وقت است که هر کس می فهمد برای آخرت خود چه واقعی گذاشته است. ای انسان، چه چیز تو را در برابر خدا مغرور ساخته است؟ آن هم خدایی که تو را آفرید و آسامان داد و منظم ساخت و به صورتی که میخواست تو را ترکیب نمود. شما منکر روز جزا میشوید اما درست نمیپندارید. شک نکنید نگهبانانی اعمال نیک و بد شما را یادداشت میکنند. نگهبانانی والا مقام و نویسنده که میدانند شما چه میکنید. به یقین نیکوکاران صاحب نعمتی فراوان میشوند و بدکاران به دوزخ میروند. روز جزا وارد آن میشوند و میسوزند و نمیتوانند از آن فرار کنند. تو چه میدانی روز جزا چیست؟ باز چه میدانی روز جزا چیست؟ روزی است که همه امور در دستان خداست و هیچ کس نمیتواند به دیگری کمک کند.